این مردم تاجیکی ما از وقتش مردم مهمان نواز بود، مردم نانته بود، همین خیلی باقی میمونن. این مردمی هست که میفورش که نمین مقصد احسان کنه و خیر کنه و همسایش را فیراد کنه و نزدیکاش را فیراد کنه، بیان مثال تناول کنن. این مردم ما که مسلمان اعتقاد دارن که ثواب ای با روحی مرده هامون میرسه. همچنان مثال اعتقادی ما و شما به همین ای از همین لحاظ وقتی که ما از همین معرکه ها که کردیم پیشکی یک نقشه دیگر هم بکشیم که در همین معرکه من یگان نفری که مردم یک نصیحت کنه، حتما مقصد باید که خب حاضر شما ریش سنتی ندارید، میخواهید مثل مردها ریش غوث داشته باشید، ریش زیبا داشته باشید، پس مشکل شما حل است. داروخانه شفا فرما با صفت اعلی داروهای گیاهی را پیشکش میکند برای بزباله شدن، درد میان، پا، خون گرفتگی، پروستات، بقوت کردن مردانگی، برای فرزنددار شدن، فای اسپرم را بالا برداشتن. فیتوستوچهای طبیعی را شخصانی که مشکل از گمارای پروستات، خون گرفتگی، عضوهای زنانه و مردانه با مثل молочница، اروز کیست میوه دارند پیشنهاد میکند برای صفت اعلی دسترس نمودن با این رقم ها تماس گیرید. شفا فرما همراز شما. اینها سبب خدا. من چخیلی که در ابتدا گفتم که خدای مهربان امروز مردم شریف تاجیکستان ما را در قلبهاشون یک میل محبتی را جا کردگیه که همه تعام در پیششان باشده میخوره و لیکن با انتظاری بر همین داره که یگان صحبت شود. ببین این چیزا برادران، من از نشستایی که امروز داریم مردم ما همین میل داره، مردم ما همین خواهش داره. و دیگر این که حدیثی را که من خواندم حاضر پیامبرمونم صلی الله علیه و سلم رخصت نمیتمون، اجازت منم نمیته که ما از نزد دسترخوان به رسانیدن قال الله و قال رسول الله ایجامون بلند شیم. پیامبرم رخصت ما نمیته، اجازت ما نمیته. ببین پیامبر چی میگه؟ میگه که ما من قوم یقومون من مجلس، اگر به شرطی که همین خاندان دادن ما آرزو دار هممون اشتراک داریم، اگر بعد این قدر ترددهاشون، بعد این قدر مهنت هایی که اهلی خانواده کردن ما استعمال کردیم الحمدلله رب العالمین، بعد همین خیست میجمون لا یذکرون الله فیه، میگه بعد خوردن یگان نفری هم یافت نشید که برای مردم یک گوش زدم کنه که بچه هم یا برادرای عزیز بیام من یک آیت قرآن معنا کنم یا یک حدیث پیامبر معنا کنم، نم تریزه رو پوشید نجون آواز میاد انا نه سوزه میگد انا نه گفت چیزی و ایجوش اگر به شرط بلند شد نه یگان آیت حدیث یک قصه یک اصحاب پیغمبر مونه هیچ چی را نگفت. میگه از جاشون خیسته نگرد پیامبرمون چیزی برای ما نسبتی وزمین میته. میگه ای لقام ان مثل جیفت حمار و کان لهم حسره. میگه که همون جمعیتی که شما نشستگی بودین، همون خانه‌ای که شما نشسته بودین، میگه همون یک گوییم که عبارت از یک آغیل بود. میگه و در پیش شما میگه از چیزهایی که ایقا خوشطعم و خوشبوه نه، بلکه در نزد شما میگه یک جیفه
بگیم یک جسدی ویران شده، یک جسد ویران شده حیوان که با خودش هم بوی بد داره هم شکل بد رو داره، در نزد شما همو گذاشتگی بود. و کان لهم حسره. و پیامبر گفته که چند قشیشتین در اونجا، 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت، با همون ساعت های نشستگیتون شما حسرت میخورین که چرا مقصد ما همین وقتی بودگی ما بیهوده صرف کردیم. برای همین برادرای عزیز و این توصیه پیامبر نازنینمان با این راهنمایی پیامبر نازنینمان حرکت کنیم که وقتی در خانه‌مون این مردم تاجیکی ما از وقتش مردم مهمان نواز بود، مردم نانته بود، همین خیلی باقی میمونه. این مردمی هست که میفورش که نمین مثلا احسان کنه و خیر کنه و همسایش رو فیراد کنه و نزدیکاش رو فیراد کنه، بیان مثال تناول کنن. این مردم ما که مسلمان اعتقاد دارن که ثواب ای با روحی مرده هامون میرسه، همچنان مثال اعتقادی ما و شما به همیه. از همین لحاظ وقتی که ما از همین معرکه ها که کردیم پیشکی یک نقشه دیگر هم بکشیم که در همین معرکه من یگان نفری که مردم یک نصیحت کنه، حتما مقصد باید که خوب حاضر کنیم که این قدر مهنت های کردگی منم با بالای بگیم نور ده یا نور دیگه زم شود که مردم وقتی از قال الله و قال رسول الله آگاه میکنن. این بهترینه برادر عزیز. حضرت لقمان شما میدونید که الله در قرآن گفته ولقد آتینا لقمان حکمه. ببینید خدای مهربان چی میگه؟ میگه که ما لقمان حکمت دادگیم. لقمان، حضرت لقمان برادران عزیز، انا مفسران میگن که این آدمی بسیار پیشینه، یعنی نسبتش میتن به دوره های حضرت داوود علیه السلام. میگن در دوره حضرت داوود بود. میگن بعضی از مفسرای ما هم خیلی میگن و میگن در نزد حضرت داوود هم تعلیم گرفتگی بود، ولی بسیار آدمی با سواد بودن، با حکمت بودن. حکمتش همو علم میگن. آدمی بسیار خیرتمند میگن. همین گپ از همین ماندگیه که وقتی میگه خودش میگه یک آدمی سیاپوس بودن. همین حضرت لقمان سیاپوس بودن. میگه وقتی خوجاینش میگه گفت برای گوسفند ذبح که برای من گفت بهترینی گفت همین عضو حیوان بیار، به خاطر که اگه چخیل از همین هر آدم ای آدم دانشمند میخواه که یک چی استفاده بره. همین میگه گفت که کبرا بعد یک عضو بهترین شبیار میگه آورد زبان. میگه دفعه دیگه با یک مال دیگر را ذبح کرد. گفت اکل لقمان گفت این دفعه بدترین عضو همین حیوان بیار. میگه آورد با زبان. گفت انا لقمان دایی چی حکمت گو هرگاهی که اگر همین زبان به صلاحیت بیا بهترین عضو همیه. هرگاهی که اگر همین صلاحیت دستش بته، هرگاهی که زبان ها اگر همون وظیفه‌ای که دارن اجرا نکنن بدترین همیه گفتن. بله مثالی سخن حضرت لقمان که تمام کتاب ها دا از همین دانش همین بگیم همین سخن همین استفاده میبرن مردم که ها. ولی ما امروز از پیغمبر نازنین مانم این سخن ها را هست که